بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، یادآور میشویم به مقصد برنامه و این برنامه ما و شما سلسله برنامه نامهای زیبای الله سبحانه و تعالی است که مقصد ما و شما از این برنامه آشنایی پیدا کردن و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی است و الحمدلله ما تقریبا 7 نوار در این سلسله برنامه ثبت کردیم و در شبکه نجم نشر شد. آغاز این برنامه با آغاز ماه شریفی رمضان مبارک بود و انسانی که الله سبحانه و تعالی را با نامهای زیبا و نامهای نکویش آشنا می شود با الله سبحانه و تعالی، محال است که الله را دوست ندارد. ما و شما وقتی نامهای مبارک الله سبحانه و تعالی معناهایش را میفهمیم و درک میکنیم، محال است که او را دوست نداریم. بنابراین مقصد و هدف ما و شما از این برنامه لحظه باشد هم ایمان خود را قوی کردن و با الله سبحانه و تعالی آشنایی و شناسایی پیدا کردن و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی و او را حقیقتا دوست داشتن است و محبت او را در دلمان جایگیر کردن است. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار دعا میکردند و میگفتند اللهم اسألك حبك و حب من يحبك و حب كل عمل يقربني الى حبك. پروردگارا، محبت تو را میپرسم، محبتت را در قلب من جایگیر نما و محبت هر نفری که تو را دوست میدارند، بندگان مؤمنی که تو را دوست میدارند، محبت آنها را در دل من جایگیر نما و همچنین و کل عمل یقربنی الی حبک، هر عملی که عملهای شایسته، عملهای صالحی که انسان را به محبت الله میرساند، انسان را به پروردگارش نزدیک میکند، به قلب من محبوب بگردان، عملهای صالح را من دوست بدارم. دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی محبت خودش را و محبت بندگان صالح را و عملهای صالح و شایسته را به قلب ما و شما محبوب بگرداند. همچنین طبیعت انسانی چنین است که اگر از نفر بترسد از او دوری می جوید. آیا دیدید نفری رو که از یک نفر سخت بترسد و هراس داشته باشد به اون نزدیکی جوید، به اون نزدیک شود؟ نزدیک نمی شود هرگز، مگر یک ذات هست که الله سبحانه و تعالی هر نفری که از او چقدر بیشتر بترسد و خوف او در دلش جایگیر شود، همون قدر به او نزدیک می شود. آیا دیده اید که نفری را از الله سبحانه و تعالی نمی ترسد و به او نزدیکی جوید؟ انسانی که از الله سبحانه و تعالی نمی ترسد از الله خیلی دور است و بندگانی که از الله سبحانه و تعالی می ترسند آنها کوشش میکنند به الله سبحانه و تعالی نزدیک شوند و نزدیکی جویند، زیرا اینکه یکی از نامهای زیبای الله و صفت مبارک الله سبحانه و تعالی این چی است؟ مؤمن است. مؤمن، بله مؤمن است. البته ما و شما میدونیم که مؤمن این صفت بنده مؤمن است. آیا میشود که نام زیبای الله مؤمن باشد؟ بله، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خودش را مؤمن نامیده است. خب البته ما و شما میدونیم که مؤمن صفت ایمان در ما و شما چی است؟ چنانه که در حدیث صحیح آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی. ایمان، این ایمان آوردن، یقین و باوری کامل کردن به یگانگی الله و به فرشتگان و به کتابهای الله و پیامبرانی که الله سبحانه و تعالی فرستاده است و به روز قیامت و همچنین به تقدیر نیکی بدی که از الله سبحانه و تعالی است. اگر بنده به این 6 رکن ایمان بیاورد و باوری کند، مؤمن می شود. اما معنای مؤمن، این نام زیبای الله چی است؟ علما یک چند معناهای مؤمن را در حق الله سبحانه و تعالی گفتند که آنها را انشاءالله ذکر میکنیم. اولینش چنانه که از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است، معنای مؤمن در حق الله سبحانه و تعالی این یعنی از امن گرفته شده است،
الله سبحانه و تعالی بندگانش را ظلم نمی کند، آنها را از ظلم در امن مانده است، در امان مانده است. چنانه که در حدیث قدسی، در حدیث صحیح روایت شده است، الله سبحانه و تعالی می فرماید یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. ای بندگان من، میگوید الله، من ظلم را بر حق خودم حرام گردانیدم و جعلته فیما بینکم محرما، و بین شما نیز ظلم را حرام گردانیدم. هرگز همدیگر را ظلم نکنید. الله سبحانه و تعالی بندگانش را هرگز ظلم نمی کند و نخواهد کرد. الله سبحانه و تعالی هم در این دنیا و حتی هم در روز قیامت هرگز الله سبحانه و تعالی ظلم نمی کند بالای بندگانش. یا با عدالت الله با عدلش حکم می کند و یا با فضلش الله سبحانه و تعالی حکم می کند. هرگز بالای بندگانش ظلم نمی کند. بنابراین بندگانش از ظلم در امان مانده اند. و چنانه که الله سبحانه و تعالی در حق بندگان مؤمن، الله در آیات در سوره انعام می فرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. الله می فرماید آنهایی که ایمان آورده اند به یگانگی الله سبحانه و تعالی و بر روز قیامت و آن شرط های ایمانی که ذکر کردیم، یعنی آنهایی که حقیقتا ایمان آورده اند ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و در ایمان خود هیچ شریک به الله نآوردند، شرک نورزیدند به الله سبحانه و تعالی، آنها در امانند، آنها روز قیامت در امانند. و اولئک هم المهتدون، و آنها هدایت یافتگانند. یعنی معنای اولش چی بوده است؟ معنای اولش این است که الله سبحانه و تعالی، یعنی نام مبارک مؤمن، این را دارد که الله بندگانش را از ظلم در امان گذاشته است، وعده داده است. و همچنین بعضی از اهل علم گفتند که معنای مؤمن در حق الله سبحانه و تعالی مصدق، چنانه که الله سبحانه و تعالی در آیه قرآن کریم فرموده است شهید الله انه لا اله الا هو. الله می فرماید من خودم، الله گواهی می دهد که معبود بر حق به جز الله کسی وجود ندارد. یعنی الله گفته ایستاده است که اولین شده من خودم گواهی می دهم که معبود بر حق جز من نیست. یعنی الله به یگانگی خود چیکار میکند؟ پیش از آنه که ما و شما ایمان بیاوریم، پیش از آنه که پیامبران ایمان بیارند، الله به یگانگی خود تصدیق کرده گواهی میدهم، گفته ایستاده برای ما و شما خبر داده ایستاده است. همچنین یکی از معناهای مؤمن در حق الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی هرگز به وعده هایی که برای بندگان مؤمنش وعده داده است هرگز آن را خلاف نمی کند الله سبحانه و تعالی. و بنده مؤمن یگان ذره در قلبش شک و شبهه نداشته باشد که الله سبحانه و تعالی به وعدهش خلاف می کند. امروزها بسیار نفرهایی هستند که به وعده الله سبحانه و تعالی شبهه می کنند و به الله سبحانه و تعالی گمان بد میکنند، باوری کامل ندارند که الله سبحانه و تعالی هرگز وعدهش را خلاف نمیکند. الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ بسیار آیات ها الله فرموده است و همچنین در سوره روم الله میگوید وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا یعلمون. وعده الله است، همچنین نصرت الله این وعده است. الله وعده داده است که بندگان مؤمنش را نصرت میدهد و الله سبحانه و تعالی میگه لا یخلف الله وعده، الله هرگز به وعده اش خلاف نمی کند. شایسته نیست که الله سبحانه و تعالی نعوذ بالله الله وقتی وعده میدهد وعده اش را خلاف کند. ما یقین داشته باشیم. ببینید اهل غزه چنان از ظلم یهود در خوف هستند، ولی الله سبحانه و تعالی خوف آنها را
وقت ایمان آنها که کامل شد، الله حق سبحانه و تعالی خوف آنها را به امن مبدل گردانید. وقت ما آن نوارهایی که از غزه میبینیم، ببینید آنها چقدر استوار هستند. آنها در آن ظلم و ستمی که بالای آنها شده ایستاده است و در اهانتی که امروز عالم اسلامی آنها را خار و ذلیل کرده، اهانت کرده ایستاده است، ولی با وجود همه همین تمام عالمیان از آنها دست کشیده ایستاده است، ولی آنها ذره هم به وعده الله شک و شبهه ندارند و قلب آنها پر از ایمان است و در امن هستند، زیرا اینکه یقین دارند که هر نفری که در آنجا کشته شده ایستاده است شهید است و به نزد الله مرتبه خیلی بزرگ دارد. بنابراین چنانه که گفتم، یکی از معناهای مؤمن در حق الله، الله هرگز وعدهش را خلاف نمی کند و همچنین ما از این نام زیبای الله باید بهره برده باشیم و چنانه که الله حق سبحانه و تعالی بندگانش را ظلم نمی کنند، ما و شما نیز نسبت همدیگر ظلم و ستم را روان نبینیم و همچنین از بدیهای ما و شما بندگان الله در امان باشند. چنانه که در حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله؟ قال من لم یأمن جاره بوائقه. گفتند که قسم به نام الله که ایمان نآورده است. 3 مراتب پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکنند و میگویند والله ایمان نآورده است. میپرسند که کی است آن نفر یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نفری که همسایه‌اش از بدیهایش در امان نماند. انسانی که به همسایه‌هایش، به نزدیکانش، به فرزندانش، به همسرش و به پدر و مادرش و به هر نزدیک و یا به بنده های الله بدی میکنند و مردم از بدی او در امان نیستند، چی است؟ ایمان او کامل نشده است. پیامبر 3 مراتب قسم یاد کرده، گفتند ایمان نیاورده است. بنابراین ایمان خود را تجدید کنیم و با این نام زیبای الله مؤمن، با این نام زیبای الله معنایش را احساس کرده و خود را وقتی عملی شایسته میکنیم، عملی صالح میکنیم و به یگانگی الله ایمان میبیاریم، در امان احساس کنیم و الله را دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی در روی زمین صلح و امن و امان را جاری کند. الله حق سبحانه و تعالی نگهبانتان باشد و همیشه در امن الله باشد. تا نوار آینده.